سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزان و همراهان کانال دیو اکسپرس آندرلاین فارسی و علاقه‌مندان به پکیج های بومی دیو اکسپرس هم در وب و هم در ویندوز فرم. فرشید علی اکبری هستم. این بار به درخواست دوستان اومدم و یک حالا مقدمه‌ای در رابطه با کامپوننت های دات نت کور وین فرمز از سری مجموعه محصولات دیو اکسپرس ورژن 24.2 رو در خدمتتون اطلاع رسانی کنم و در مرحله دوم یک دموی رو ران کنیم و ببینیم چجوری این پکیج ها رو میتونیم به صورت آفلاین نصب و راه اندازی بکنیم. ویژگی های جدید توی دیو اکسپرس 24.2 البته ویژگی زیاد داره، ویژگی های بارزش بهتره بگیم که توی دات نت یکی اینکه دات نت 8 و 9 رو ساپورت میکنه و اینکه با استفاده از این میخوایم ببینیم اصلا با استفاده از این کامپوننت های دات نتی از سری محصولات شرکت دیو اکسپرس چه امکاناتی و فیوچرهایی از نسخه 24.2 رو توی پروژه های خودمون به دست میاریم. در نهایت تاثیر استفاده از پکیج بومی که تیم پارمیداسافت در توسعه کامپوننت های اون برای برنامه‌نویسان فارسی زبان و کاربران نهایی اونها کوشا بوده و ایجاد کرده چیه؟ چه چیزایی ایجاد شده داخلش؟ خب امتیازاتی که با استفاده از این نسخه به دست میارید چیا هست؟ یکی سازگاری کامل با نسخه های دات نت 8 و 9 که حالا جلوتر توی خود ایجاد پروژه روی این دات نت 8 و 9 یه نکته‌ای هست که باید خدمتتون عرض بکنم که خیلی مهمه دونستنش که با خیال راحت بتونید از این پکیج استفاده بکنید. یکی اینکه سرعت، پایداری و تجربه کاربری زیبا دیگر انتخاب نیستن بلکه الزام دارید به اینکه یه سرعت خوب داشته باشید، پرفورمنس و عملکرد خوبی اپلیکیشنتون داشته باشه، پایدار باشه و یه تجربه کاربری و یو آی بسیار شیک و مجلسی و در اختیار کاربرای نهاییتون قرار بدید که بتونن به راحتی با اپلیکیشن شما ارتباط برقرار کنن. خب بلکه الزام هستن که ترکیب این محصول با امکانات زبان فارسی با هدف ارتقای کیفیت توسعه اپلیکیشن های ویندوز فرم فارسی زبان در محیط های مدرن نسخه پایدار، شیک و کاملا بهینه رو در اختیار شما قرار میده. خب این منظور چیه؟ منظور از این پکیج بومی ماست که تهیه بکنید خیلی راحت و شیک و مجلسی میتونید از این توی اپلیکیشناتون علاوه بر امکاناتی که خود دیو اکسپرس ذاتاً توی دات نت 8 و 9 در اختیارتون قرار میده برای پروژه های دات نت کوری شما در ویندوز فرم وین اپلیکیشن، حالا پکیج پارمیداسافت اومده یه چیزایی به اون اضافه کرده که توی زبان فارسی به راحتی شما میتونید همچون دات نت فریم ورک چندین سال شرکت‌های مختلف، برنامه‌نویس‌های مختلف، کارخانجات، بانک‌های مختلف از ما خرید کردن و دارن استفاده میکنن، هر بارم ورژن جدید از همون میگیرن، شما میتونید توی دات نت کور با خیال راحت ازش استفاده بکنید. مورد دوم، مدیریت وابستگی‌ها، دیپندنسیز. خب این خیلی حائز اهمیته برای کسایی که توی دات نت کور میخوان کار بکنن. با استفاده از ناگت پکیج منیجر که کلیک راست میکنید روی پروژهتون، حالا جلوتر توی ایجاد دمو میبینید میتونید بسته ها رو نصب کنید و خطاهای نصب دستی اونها رو ازش جلوگیری کنید، به صفر برسونید. از جمله در مواقعی که چندین نسخه دیو اکسپرس، حالا چه بومی چه غیر بومی و کرکی، روی سیستمتون نصب باشه، از طریق ناگت پکیج منیجر توی پروژهتون از این کانفیگ کردن و تداخل جلوگیری کامل به وجود میارید. خیلی خوب، نصب و راه اندازی. بسای پکیج بومی دات نتی که توی دات نت 8 رو تاکید میکنم از این پکیج بومی از پارمیداسافت مستقل و بدون نیاز به آنلاین بودن شما و دسترسی به اینترنت کاملا به صورت آفلاین قابل نصب و استفاده هستش. به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید، توی تول باکستون اضافه میشه، دراگ کنید، همون کاری که توی دات نت فریم ورک تا حالا انجام دادید یا حالا اگه از ما خریدی نکردید توی نسخه کرکی تست کردید و دیدید دراگ میکنید روی فرمتون و دیزاینرها میاد و همه اونها رو اینجا هم شما دارید، به قوت خودش باقیه. خب این مورد برای برنامه‌نویسانی که قصد استفاده از محیط امنی رو دارن بسیار مناسبه. کسایی که نمیخوان همزمان که دارن اپلیکیشنشون رو توسعه میدن کانکت باشن، آنلاین باشن، یا حالا توی شبکه باشن یا به هر شکل دیگه ای ارتباطی خارج از سیستم خودشون نداشته باشن با کلاینت های دیگه، حالا به هر شکل
این مورد نصب آفلاین بسیار حائز اهمیت براشون. مدت زمان خدمات پشتیبانی همچون نسخه های قبلی ویندوز و وب در حالا 24 و قبل از 24 نسخه‌ای که دادیم تا حالا همیشه گفتیم که 6 ماه پس از خرید شما پشتیبانی رایگان بدون چرای تیم پارمیتا سافت رو دارید و هر فیدبک یا بازخوردی که نسبت به عملکرد یا پیشنهاد خاصی که مرتبط با بومی سازی، بهتر شدن بومی سازی این محصول دارید، میتونید به ما منعکس بکنید و اگر توی این 6 ماه انجام شد براتون فیدبک دادید و انجام شد که هیچ، اگر بعد از 6 ماه بود هزینه توافقی براش تعیین میشه و همچنان پشتیبانی خواهد بود، ولی از 6 ماه به بعد هزینه توافقی که زیادم نیست، خیلی مبلغ خیلی ناچیزی، حالا بسته به کاری که باید انجام بشه توافق میکنیم. خدمت شما عرض کنم که با توجه به اینکه نزدیک 600 700 نفر توی کانال تلگرام ما هستن و یاران وفادار ما هستن که از 1100 1200 نفر موندن، ریزش که داشتیم توی سالهای پیش دیگه موندن و اکثر اینها از شرکت ها، فریلنسر ها، حال ارگان ها، سازمان ها، بانک ها و هستن که مشتریان ما بودن و هستن. حالا یک نسخه یا نسخه های پی در پی اومدن هر بار از ما آپدیتش رو خرید کردن. متاسفانه به خاطر حالا نت ملی نمیتونیم که وارد تلگرام بشیم، هم ما هم شما، ولی در هر صورت تمرکز ما اونجا هست. به محض اینکه نت آزاد بشه، نت ملی آزاد بشه و در دسترس همگان عمومی بشه و قرار بگیره، مجددا برمیگردیم ادامه روند کارمون رو اونجا انجام میدیم. ولی در حال حاضر کانال ایتاس که خیلی تعداد کمی اومدن داخلش با این همه پیامک که ما اطلاع رسانی کردیم و یا حالا یه سری اومدن گفتن که ما نمیتونیم تو ایتا وارد بشیم، شما گفتی فقط ایتا رو تو دمو گفتی فقط ایتا داریم و بله رو نصب کنید، ما کد ایتا برامون نمیاد و متاسفانه به خاطر ضعفی که توی اپلیکیشن‌های داخلی ما هستش مجبور شدیم که علیرغم میل باطنیمون کانال بله هم راه اندازی بشه. باز اونجا هم یه تعداد بسیار ناچیز کمی اومدن به نسبت اون تعداد بالایی که ما توی این 13 سالی که پکیج بومی تو منتشر میکنیم و جزو مشتریان ما هستن نیومدن، حالا به هر دلیل یا خوششون نمیاد توی این محیط ها بیان و از این اپلیکیشن استفاده کنن یا هر چیز دیگه ای. در هر صورت ما حالا کانال آپاراتمون هم که هست که شما اگه سابسکرایب کنید زنگولش هم بزنید همیشه از اولین نفراتی هستید که حالا در رابطه با دموها، پکیج های بومی جدید و نسخه های احتمالی بعدی و حالا اطلاعات ثانیه‌ای ما جزو اولین نفرها هستید که مطلع خواهید شد. بریم دمو رو بسازیم، خلاصه مفید ببینیم چیه و چجوری باید بسم الله شو استارتشو بزنیم و یه پروژه رو با دات نت کور پکیج بومی ران کنیم. خب بریم ویژوال استودیو رو باز کنیم. ویژوال استودیو 2022 رو من باز کردم، انترپرایز ورژنش هم ببینید، سعی کنید که ورژن ویژوال استودیوتون حتما آپدیت آخر داشته باشید، به نفعتونه. طبق گفته خود دیو اکسپرس برای دات نت کوری ها حتما آپدیت باشه. 17.14.21 الان آخرین نسخه‌ای که ما آپدیت کردیم و دیگه آپدیت نداده، حالا ما آپدیتش نکردیم به هر دلیل. من یک نیو پروژه از اینجا میزنم، از اول نزدم، میام اینجا، خیلی خوب، وین فرمو میزنم، دات نت، اینو میگم که وین فرم کور 1 کور تست، حالا یا دمو. اینجا میگم توی این قسمت برو بشین، توی تمپ من بشین و همجوزی بره. نکته‌ای که اونجا خدمتتون خواستم عرض بکنم اینجاست. ببینید الان اینجا دات نت 6 و 7 که از ساپورت خارج شدن روی سیستم من هست، 8 و 9 هم هست. البته من نسخه پایین تر از اینم دارم، اینجا فعلا اینو در اختیار من قرار میده. 8 و 9 هم دارم. خب 8 ببینید دات نت 8 میگه اگه از این استفاده کنید long term support، طولانی مدت، فکر کنم تا 2030 ساپورتش، تا اون موقع رو شما یعنی الان 26 حدوداً 4-5 سال دیگه میتونید استفاده بکنید ازش. دات نت 9 استاندارد ترم ساپورت حدوداً 3 سال دیگه، 2 سال و نیم 3 سال دیگه این
مثل اینا آت آف ساپورت میشه، ولی همچنان کار میکنه. خب این نیست که دیگه از کار بیفته، خودتون بهتر میدونید، اون بچه‌ای که نمیدونن بدونن. اگر که حالا میگه آت آف ساپورت داره کار میکنه، ولی میگه پشتیبانی دیگه بهت نمیدم، که اگه جایش حالا لگ داشت یا تق و توقی کرد، من دیگه نمیام به پشتیبانی بدم، بگم دیولپر برن روش کار کنن. در هر صورت من الان 9 میذارم که خیال شما راحت تر بشه، هم که با 9 هم داره کار میکنه، این مشکلی نداره. خب پروژه رو برای من روی سیستم با .NET 9 ایجاد کرد. یه مقدار صبر میکنیم تا فرمش اینیتیالیز بشه. خب میبینید که الان پروژه من اومد. اینجا رو من نگاه کنم، دیپندنس میبینید که نداره. روی پروژه اگه انتخابش بکنم و وارد پروپرتایز پروژم بشم، ویندوز اپلیکیشن، میبینید که .NET 9 رو من انتخاب کردم. بقیه چیزا هم هست ولی اونجا 9 انتخاب کردم. کاری هم باید بقیه چیزا نداریم که خودتون میدونید رو آیتم هایی که برای پروژه‌تون انتخاب کنید. خب اینجا هم نگاه کنید که توی تول باکس من فقط آیتم ها و موارد و کنترل هایی هست که مربوط به خود ویژوال استودیو هستش. شما چیزی از نسخه بومی یا غیر بومی مشاهده نمی کنید. چی کار باید بکنیم؟ روش استفاده، میایم روی پروژمون کلیک راست میزنیم، همونی که توی اسلاید قبلی عرض کردم خدمتتون. نگه پکیج منیجر رو میزنیم، اینجوری دقت بکنید، ببینید که من یه آل دارم و حالا آدرسایی دیگه که از کجا برو چیو بخون بیار برای من. خیلی خب من میخوام پکیج آفلاین پارمیداسافت رو به این قسمت وارد بکنم، آدرس تهیه کنم که جزو این موارد اضافه بشه و من بتونم پکیجش رو اینجا ببینم و اضافه کنم دیپندنسی ها رو اینجا. خب میام اول اینجا به اضافه بدم، یه نیو باز میکنم، اینجا میگم حالا پارمیدا اینم میزنم اینجا، آپدیت رو میزنم اینجا نشست. میام اینجا، اگه بیام رو بروز بزنم میبینید که داره لود میکنه. من اونو نمیخوام، میگم که پارمیدا رو بیار. ببینید که پارمیدا رو برای من آورده. خب آورد برای من. میبینید که تمام این قسمت ها دیولپر پارمیداسافت اینک اومده و مشخصاتی که ما توی .NET فریمورک به یه شکلی داشتیم اینجا هم به شکلی دیگه ای داریم و پکیج های مربوط به FA اونو اومده، هر آنچه که مربوط به زبان فارسی اونهاست و خود کامپوننت ها هم اینجا اضافه شده. الان من میرم اینجا، هنوز میبینید چیزی اضافه نشده. تول باکس منم هیچ چیزی اینجا نیست. میام اینجا، فرض کنید دیتای خالی رو میزنم، این دیتا میاد اینجا. باز میبینید که دقت کنید اینجا پرژن لنگویج رو پارمیداسافت اومده و اینستال رو میزنم. خب پیامش میاد که این پکیج رو میخواد نصب بشه، اپلای رو میزنم، میبینید که اینجا نصب شد برای من. این دیتای مربوط به اون دو تا پکیج هایی که باید می آورد. بقیه قسمت هم همینطور. مثلا فرض بفرمایید که dev express win، حالا من وین دیزاین هم میتونم بیارمش اینجا. کمی صبر میکنید تا لود بشه و پکیج رو برامون نصب کنه. تا میاد اینجا من برگردم روی فرمم. ببینید الان اینجا با دیتایی که من نصب کردم پارمیداسافت DX242 دیتا آنالیزیز اینجا این کامپوننت رو اضافه کرد با همون یه دونه دیتای من و به همین ترتیب بریم جلو. ببینید چقدر کامپوننت های مربوط به خود همین ورژن رو شناسایی میکنه، پکیج هایی که هستن
و باید نصب بشن و از دیو اکسپرس داره میاره تا اینجا، تا ایکس پی آوردش. بله و میبینید که نصب انجام شد. ببینم اینجا من چیزی اضافه کرده روی فرم. بله میبینید که اینجا این قسمت ها رو آورد براتون، کامپوننت ها رو، و به راحتی شما میتونید حالا از پکیجتون لذت ببرید. البته اینم خدمتتون عرض بکنم، شما حالا هر آنچه که میخواید اینجا بزنید بازم چیزایی دیگه داره که باید بزنید. این نیست که وین دیزاین رو بزنید بیاد اینا رو بیاره. مثلا فرض بکنید یوتیلز رو آورده، اجازه بدید یوتیل تیک نخورده، هنوز نیومده. یوتیل یو آی تیک نخورده، اینا نیومده. اف ایاش نیومده و یوتیل یو آی اینهاش این باید بیاد. اینا رو باید دونه دونه نصب بکنید. یا فرض بفرمایید اسپارک کور و اف ای اون و هر آنچه که هر کامپوننتی رو میخواین اف ایش هم که میاد براش بزنید که بعد که بیلد میکنید. حالا نشونتون میدم که در نهایت توی پروژه‌ای که اگزه پروژه رو میسازه به چه شکلی ایجاد میکنه اون بخش رو. من همین یه دونه رو حالا مثال براتون میزنم فعلا. میام اینجا و فرض بفرمایید دیت ادیت رو من میخوام بزنم. میبینید که میگه دیت ادیتد اینجاست، میتونید دراگش کنید و دقیقا میبینید که اگر دیزاینرش قرار بود توی 2022 کار نکنه، جواب اون دست از دوستانی که این سوالا به تکرار از ما میپرسن و پرسیدن، این اگر قرار بود دیزاینر کار نکنه آبجکت اینجا قرار نمیگیره و سلکت نمیشد، میافتاد این پایین یه نواری ایجاد میشد اونجا قرار میگیره، اصلا رو فرم نمیافتاد و اسمارت تگی در کار نبود. و الان میبینید که به راحتی دیزاینرها فعال اینجا ریپوزیتوری که این ادیتور رو به هر چیزی میخوای تبدیل کنی میتونی تبدیلش بکنی، بگی حالا من آوردم ولی فلان چیز بذارم. یا اینجا انواع کلندری که میخوای ایجاد بکنی که یه سامپل از این میسازم براتون الان. پروپرتایز اون که اگه دقت کنید من اینجا میزنم آرمیدا، یه سری پروپرتیه که حالا اینجا پروپرتی دیگه هم ما براش ایجاد کردیم، حالا اینجا گفتیم پارمیدا اینا میاره. ببینید که همچون دات نت فریم ورک دقیقاً داره اون پایین میاره که چیکار کنم که خب میتونید کلندرتون گریگوریان کلندر قرار بدید یا پرژن. البته اینو من خدمتتون عرض بکنم اگر جایی پرژن قرار دادید، خب اگر رو پرژن بود و کلچرتون هر آنچه که بود این پرژن عمل میکنه، عربی باشه فرانسه باشه هر چیزی، این کلندر و دیت ادیتورتون به صورت شمس میاره. اما اگه روی گریگوریان بود و کلچرتون هر چی بود مطابق با کلچر پیش‌فرضش EN و که همون میلادی بشه، در غیر این صورت کلچر هر چیزی در ست کنید همونو میاره براتون. که البته اگه رو این باشه و فارسی بزنید احتمالاً اشتباه براتون بیاره، احتمالاً که 100% براتون اشتباه میاره. حتما باید ست باشه روی پارمیدا کلندرتون. اینم جاپای ما روی دیزاینر همون که روی دات نت فریم ورکمون هم همچنان هست. میبینید که تمام قسمت ها به قوت خودش باقیه. خیلی خوب اینم از این. بریم یه بیل بگیریم. خب بیلد ما کامل شد. بریم که الان توی اینجا نگاه کنید که اف ای رو میذاریم و غیره حذفش میکنیم.
میبینید که کامپوننت ها رو برای من آورده اینجا و توی هلپ میبینید که کانال تلگرام ما و حالا مشخصات پارامتر سافت آورده. پس هیچ کانفلیکتی با نسخه های احتمالی دیگه روی سیستم نداشته. حالا ما نداریم روی این چیزی، ولی اگه هم بود چون اونجا پکیج پارامتر سافت رو اد کردیم با نام دلخواهمون و اگر هم بود تیکای دیگه رو برمی داشتیم این مشکل حل میشه. اجراش میکنیم، ببینید با چه سرعتی لود شد و به راحتی کلندری که اونجا داشت برامون فعالیتش رو انجام میداد توی داتر فریم ورک اینجا برامون فعاله و داره کارش رو انجام میدهد. حالا من اینو میذارم اینجا مهر و اینجا ببینید که اینتر و دقیقا همون اومد. توی حالات مختلف الان اون قسمت هم نشونتون میدم که توی حالات مختلف داره این کارش انجام میده. یه گرید هم میگیرم با یه پیوت و دمو رو میبندیمش، چون تمام این ادیتورها توی گرید و توی پیوت و توی چارتا و اینا همه تکراریه و دموها ساخته شده. فقط میخواستیم بگیم که اینجا توی دات نت کور پروژه‌تون چجوری از پکیج آفلاین پارامتر سافت استفاده بکنید و ران کنید و دیپندنسی ها رو اضافه کنید و بیلد کنید و بیاید بالا. چیز خاصی نمیخواستیم اینجا حالا نمایش بدیم، چون نمایشش رو قبلا توی دموی دیگه انجام داده بودیم. خیلی خوب، حالا اینجا من میام 1 2 3 4 فکر کنم 5 تا کافی باشه احتمالاً. خب اینو میذارمش همونجا بمونه، اینم میذارمش روی کلندرش روی 20 که خب پیش‌فرضش روی کلاسیک. اینجا میذارمش روی تاچ یو آی، اینو میذارمش روی کلاسیک نیو که توی این ورژن اضافه شده، اینم میذارمش روی فلوئنت، اینم پس اضافی بوده. و حالا فرمت هاشم که دیگه نیازی نیست، تمام فرمت های تاریخی و هم کاستوم و هم غیر کاستوم هر آنچه که توی میلادی انجام میدی رو توی دات نت کور همچون دات نت فریم ورک ما داره انجام میده. یه بیلد دیگه میگیریم، بیلد انجام شد، میریم که متاسفانه هر بار داره اینو رو اوکی میکنه. فقط دقت کنید اف ای پاک نشه، که اگه پاک شد میتونید اف ای رو باز بیاریدش، مشکلی نداره، بیلد کنید خودش میاره. ولی توی ران تایم فارسی نشون نمیده کپشن ها رو بتون. خیلی این که دیدیمش قسمت کلاسیکش، این مربوط به تاچش و این هم کلاسیکش هم انتخاب کنیم. حالا اینجا هم که کلاسیک نیوشه که جدید ایجاد شده اینجا، این هم که فلانتش که مثل ویندوز. البته تمام اینو باز تاکید میکنم که اپیرنسش رو میتونید فونت ها و سایز و رنگ و هر آنچه که هست رو تغییر بدید، چیز خاصی نیست که حالا بگیم. این هم تا اینجا. بریم ببینیم گرید و بقیه قسمت ها رو به چه شکل میتونیم بیاریم روی فرم. خب یه فرم دومی ایجاد کردیم توی پروگرام فایل هم که اومدیم این کد رو زدیم و مربوط به کلچرشه و عرض کنم که اینجا هر آنچه که میخواین مثل گرید رو گرید کنترل دراگ میکنید میاره دیزاینرش و من دیگه اینا رو بایند نمی کنم. حقیقتا نه حال و حوصله‌شو دارم نه شما حال و حوصله دیدنشو دارید، چون تکراریه و توی تمام دموها این تکرار شده فقط برای اینکه ران بشه. ببینید کامپوننت داره کارش انجام میده، اینم اسمارت تگش که کاملا فعال هستش. ببینید که
برای EF کور هم که اینجا میگه پرووایدرش رو باید نصب کنی و تا این کلید برات فعال کنم و خود دیو اکسپرس انتیتی فریم ورک رو به اضافه پرووایدر EF باید نصب کنید و برید جلو و بایندش بکنید و عرض کنم خدمتتون گرید پیوت کنترل پیوت کنترلمون اینو حذفش بکنم اینو بذارم و میبینید که دقیقا تمام آیتم ها به قوت خودش واقعیه و عملیاتی. چیز خاصی نداره که من بخوام بگم چون تمام توی داتا فریم ورک گفتیم، فقط قصدمون ران کردن، اجرا کردن و اومدن که ببینیم این بالا میاد. همین. چارت کنترل قرار دادم اینجا، میگه کلی پراپرتی هاشو در دسترست قرار میدم که هر چند که شما اینجا هم که F4 رو بزنید روی کنترل میاره براتون، اما خب حالا اینجا روی اسمارت تگش در دسترستون قرار داده دیگه. اینم که ران دیزاینرشه. تمام این محیط ها میدونید که توی داتا فریم ورکمون توی دمو نشون دادیم به صورت فارسی شده و رایت تو لفت. الان این رایت تو لفت چون فرم رو رایت تو لفت کردیم از فرمی که پیدا کرده بهش گفتیم ببین و رایت تو لفت، ببینید همه رو درست براتون میچینه میاره و خیلی شیک و مجلسی در دسترستون قرار میده و میتونید ازش استفاده بکنید. ببینید که تمام رایت تو لفته و اما فارسی. برای فارسی بودنش هم حتما باید پکیجایی که خدمتتون عرض کردم و توی اینجاست دیگه، همینجا حالا من نشون بدم منیجرمو اینجا شما ببینید و هر چی که بخوام بزنم فرض کنید پیوت FA آورده یا اسکیجولرمون رو میخوایم بزنیم، میبینید که این کورش رو باید اضافه بکنید و این FA شو داره و اینجا باز FA دسکتاپ رو داره، FA وین اسکیجولر رو داره. این FA رو باید اد کنید اگه میخواین زبان فارسی با کامپوننت ها کار کنید، حالا یا چند زبانه. و یه مورد دیگه هم که فراموشم نشه خدمتتون عرض بکنم، توی نمیدونم چی بود خواستم بگم، خب همین دیگه. تمام کامپوننت رو آورده اینجا، درایو میکنید میذارید و اگه هم چیزی نبود اینجا باید برید از توی همون پکیج رو اد بکنید. اگر که اینجا اومد که احتمال 99.5% اضافه میشه مثل الان که من آوردم. اگر نه یه دونه ریبیلد میزنید نگاه میکنید 100% اضافه شده توی تول باکستون به صورت کاملا خودکار. اگه سوالی، پیشنهادی، انتقادی، هر آنچه که بود ممنون میشم که با ما در میون بذارید و انشالله که از پکیج .NET کور ویندوز فرم دیو اکسپرس 24.2 بومی سازی شده ما هم نهایت لذت رو همچون نسخه دات فریم ورکی و نسخه های تحت وبی که تا الان بومی سازی شده ببرید و حالش رو ببرید. موفق و مؤید باشید. یادی